بچه لاک‌پشتا از تخم بیرون اومده بودن، به سمت دریا میرفتن، اما یکی از لاک‌پشتا به اسم سمی که یکم از بقیه ضعیف‌تر بود نتونست از تخمش بیرون بیاد و جا موند. درست همون لحظه یه مرغ دریایی اومد و اونو با منقارش گرفت و برد. به هر نحوی که شده سامی موفق شد که خودشو از دست مرغ دریایی نجات بده، اما از بالا افتاد روی تیکه چوب. اما یک لاک‌پشت دیگه به اسم شل اونو دید و ازش خواست که با اونا بیاد، اما به دلیل سقوط سمی آسیب دیده بود و نمیتونست راه بره. شل به بقیه گفت شما جلوتر برید، من بعداً میام. اما زمانی که شب شد سامی دوباره خواب دید که مرغ دریایی میخواد اونو بگیره. مرغ دریایی به سمی حمله کرد. سمی ترسید و از خواب پرید. وقتی که سمی چشماشو باز کرد دید که هیچ لاک‌پشت دیگه اونجا نیست. همون لحظه موجی اونو به همراه یه تیکه چوب به دریا برد. اون به چند تا بچه لاک‌پشت برخورد کرد که به اون میگفتن دریا خطرناکه. به اون میگفتن که موجودات خیلی خطرناکی داخل دریا زندگی میکنن. به اون میگفتن که اگه داخل آب بره اونو میخورن. اما یکی از لاک‌پشتا بهش گفت که نباید کورکورانه حرف بقیه رو باور کنه و باید بدون ترس داخل زندگیش حرکت کنه. بعد از گفتن این حرف خداحافظی کرد و رفت. بعد از اون سامی وارد آب شد و یک ماهی پیرانا بهش حمله کرد.